سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز یه لامپ مهتابی LED یا SMD برامون آوردن برای تعمیر. من قبلا اینو باز کردم، روش باز کنش اینجوریه که اینو باید در بیارین رو کش روی لامپ رو. بعد پیچ هایی روی این داره که این پیچ ها باید باز بشن که از پشت که درایور رو میخوام در بیاریم مزاحم کارمون نباشه. پیچ ها باز میشن. اول لامپ روشه که با چشم میشه نگاه کرد. اگر سیاهی لکی چیزی زده باشه یعنی این لامپ سوخته، این چیپ SMD ها سوخته که باید یا تعویض بشه یا کل این بورد میشه تغییرش داد. حالا برای ما درایورش رو میخوام باز کنیم، نگاه کنیم ببینیم به چه شکل هست. درایوری به این شکل پشت این قرار گرفته که این سیم مثبت و سیم های منفی و یه هم 220 ولت. هر کدوم از این درایورها برای یه قسمت از این LED هامونه این قسمت جدا هست، این قسمت هم جدا هست. خب حالا من اینو درش آوردم، اینو میذاریمش کنار. این قسمت درایورها، من درایورها رو که نگاه کردم، این خازن ورودی که برق 220 رو میخوام بکنیمش به اون مقدار مورد نیاز SMD هامون. دو تاش باد کرده، یکی روی این چیپ، یکی هم روی این یکی. این دوتای ورودی ها که 10 میکروفاراد 400 ولت هست باد کرده که مشخصه اینا خراب شده بوده. حالا بقیهشون من که چک کردم بقیهشون سالم هستن از لحاظ ظاهری. بعد همین اول این دوتا رو تعویض میکنیم و تست میکنیم ببینیم جواب میده یا نمیده. اگر جواب نداد بقیه مدارم باید چک کنیم. خب حالا بعد باز کردنشون ما از این گیرهامون استفاده میکنیم برای نگه داشتن بردمون که راحت‌تر بتونیم خازنا رو در بیاریم. اینجا گیره قرارش بدیم. خب ما این قلکش و خوبی ها قلکشون رو نگه میداریم، بویه گرم میکنیم با قلکش قلش رو میکشیم. یکی در اومد، بریم سراغ این یکی. از قلش رو برداریم. خب ما با مثبت و منفیشون رو در نظر بگیریم. این قسمت مثبت به این ور که سیم مثبتمون قرار میگیره و قسمت منفی به این ور. مثبت و منفی خازن هم اینجا مشخصه. این قسمتی که یک نوار طلایی یا سفید رنگ قرار گرفته و رویش علامت منفی داره قسمت منفی خازن هست و این قسمت که این نشونی نداره قسمت مثبت. خب ما الان از این یکی اینجا قرار میدیم. لایت‌های منفی و مثبت رو با دقت در نظر بگیریم.
سوراخ رو گرفته. آزاد شد، منفی قرار شد این سمت باشه و مثبت سمت مثبت قرار بگیره. خب یک مقدار همجوری رفت داخل. برای خم کردنش جا بذاریم، کمی بیادر گیر بدیم. ببینیم راحت سر جاش قرار میگیره. خب اوکی شد، قرار گرفت. متاسفانه یکی از این خازنام ظاهرا پایش شکسته. خب اینم تعویضش میکنه، مشکلی نداره. خب خازنه هم 410 میکروفارده. خب مثبت و منفیش در نظر بگیریم. خازنه رو هم گذاشتیم و لیمش هم بزنیم. خب کافی. حالا باید قرارش بدیم داخل خود بود. جای یکم خازن ها بزرگه، امیدوارم که برامون مشکل ساز نشه. خب این قرار گرفته که یه جوری حواسمون باشه که این سیماشون هم دیگه اتصال نکنه. خب جا شد. تست بگیریم ببینیم جوابگوی کارمون هست یا که قطعات دیگه هم باید تست بشه. خب این هم از این. خب همونجور که می‌بینید الان من یه سیم برقم وصل کردم به این قسمت. حالا وصل میکنیم. خب می‌بینید که داره کار میکنه. خب حالا دیگه ما سرهمش میکنیم. دیگه سرهم کردنش هم کار خاصی نداره. در علاوه پودر نشون میدم که کامل وصل شده. این هم از تکمیل شدهش هست که قابش هم روش قرار گرفته و به برق وصلش کردیم. برای تمام بوردها وقتی میخوام تعمیر کنیم اول نگاه میکنیم ظاهر قطعات رو، اگر سوختگی داشته باشه، اگر خازن‌ها بادگیر باشن، این نشونه ها رو نگاه میکنیم. اگر مشکل داشته باشه برطرف میکنیم. بعد میریم سراغ بقیه قسمت های کارمون. اگر خود LED ها SMD های روی بورد خراب شده بود یا میشه چیپشون رو عوض کرد.
نگاه کنید لحیم گذاشتن یا اینجور چیزها خرابترش میکنه، چون ولتاژ بین بقیه چیزها تقسیم میشه و ولتاژ بیشتر رو بقیه چیپ ها قرار میگیره. یا اون چیپ خراب رو بردارین به جاش یه مقاومت مناسب قرار بدین، یا که کلا اون چیپ رو عوض کنین، از نمونه 12 ولت استفاده کنین و این برد داخلش هم کلا در بیارین و یه برد 220 به 12 بذارین. اگر کل مدار SMD هم تو بازار گیر بیاد به همون واتی که میخواین موجود هست داخل مغازه‌های قطعات الکترونیک فروشی، میتونید اونجا تهیه کنید کلا چیپ رو عوض کنید. خب تا تعمیرات بعدی، خدا نگهدار.